پرزور کند، در همه روی جهان مشهور کند. دشمنی ویرانکار عالم است، آدمان را خوار و زار و خور کند. البته تشکیلات ما همگی این سال 7 ساله میشه. اتفاق نویسندگان تاجیکستان 90 ساله شد. ما کوچک هستیم لیکن از 9 کشور دنیا اعضا داریم و ما میخواهیم که تمام آدمای سالم عقل متحد کنیم در دنیا جنگ میشه. برای چی جنگ میشه؟ برای چی جنگ میشه؟ برای تقسیم مال و ملک و زندگی، برای اینکه خرال میسازن. اگر همون پرزیدنت های ما تربیت کنیم، اونها ممکن این کار رو نکنن، جنگ نکنن. از جنگ یگان فایده نیست، فقط خرابی. دیگر چیز هست. برای همین هر چقدر توانید ما تشکیلات ما دستگیری کنید، اطلاعات که ما همکاری زیاد کنیم. سلامت باشید، 100 ساله شد تا داریم که در تاجیکستان میان آقای دکتر سلامت که بیمارستان ایرانیان تاجیکستان داره و آقای دکتر بلوریان، اینا از دوستان من هستن. هر دو آقای دکتر بلوریان قلبن، پزشک جراح قلب هستن که در تاجیکستان هستن. ما آدمای تبابت نمیکنیم، آموزش میدیم که بیمار نشن. بله متوجه شدم. سیستم ما دیگه خیلی سیستم هست. بله فهمیدم. مثلا ما خودم در 4 جمهوری کار میکنم، در جمهوری روسیه الکای برنامه ما جور شده است. مکتب خانه های صنفی 8 و 10 روسیه از دکترها زیادتر معلومات دارن. همون چیزی که دکتر بعد 7 سال میخوند اوزی اکیگه و یا حرکت صبرو دارن، ذهنشون زیادتر است. و در صفحه اینترنتی از یک جوان 12 ساله است که پروفسور اکادمی دلارهای کلام میدونه، تمام مردم میخیزد. چون که همه چیز از دانش، از مکتب، از اویل سر میشه، تربیه هم از اویل سر میشه. برای ما اگر اون کس برامدنی برامد کردنی هست کنیم. تشکر. چی بودنی هست تو؟ من صحبت شد. همه تو برای کار شب خوش پگه بلیت ها یک دقیقه برنامه پگه شما فرمایید ساعت چند پیزن